دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب و عالی باشه. توی این قسمت از ویدیومون قرار آموزش تبلیغات در نرم افزار نشان رو بدیم. اما چرا نرم افزار نشان؟ جدیدترین سبک تبلیغاتی که در حال حاضر وجود داره و شما میتونید ازش استفاده کنید، تبلیغات توی نرم افزار نشانه. چرا؟ چون الان در حال حاضر در یک بازه زمانی زندگی میکنیم که هر شخصی در هر محلی که بخواد جابجا بشه، از نقطه A به نقطه B بخواد بره، قطعاً از یک نرم افزار مسیریاب استفاده میکنه و بیشترین نرم افزاری که نصب داره داخل ایران نرم افزار نشان هستش. البته نرم افزار بلد هم هست، شما میتونید با بلد هم کار کنید، ولی این برای نرم افزار نشان هست. شما برای استفاده از این نرم افزار باید حتما یک لوکیشن داخل این نرم افزار ثبت کنید. آموزش ثبت لوکیشن رو من توی یک ویدیو جداگانه به شما میدم، اما الان در حال حاضر صرفا آموزش تبلیغات در نرم افزار نشان رو داریم که بهتون یاد میدم چطوری پنل کسب و کارتون رو فعال کنید، چطوری تبلیغاتتون رو فعال کنید، چطور تبلیغات روی کلمات کلیدی بدین و چگونه تبلیغات بیلبوردی داخل نرم افزار نشان داشته باشید. تکنیک تبلیغات توی نرم افزار نشان رو من خودم برای یک پزشک تست کردم که وقتی برای ایشون تست کردیم دیدیم که در عرض یک هفته حدود 20 تا 50 نفر مشتری جذب شده بودن. 150 تا کلیک ما داشتیم و 20 نفر اومدن تو لوکیشن ما. دقیق به ما نشون میده، یعنی آمار خیلی دقیقی میده چند نفر کلیک کردن، از چه کلمات کلیدی شما رو سرچ کردن. همه اینا رو شما میتونید دیتاشو در بیارید و وقتی که این دیتا رو کامل داشته باشین شما کامل میتونید متوجه بشید که کلماتتون روی تبلیغاتتون روی چه کلمات کلیدی داره انجام میشه و باعث بشه که شما بتونید بهتر و بهینه‌تر تبلیغات کنید. بعد تبلیغاتش خیلی بهینه است، یعنی خیلی مبلغ مناسبی برای تبلیغات داره. من فکر کنم 4 میلیون تومان پول تبلیغات رو ما دادیم، البته 2 میلیون تومان ما ثبت نام کردیم، 4 میلیون تومان به ما شارژ داد برای تبلیغات. وقتی که تبلیغات رو انجام دادیم باورتون نمیشه، از فکر میکنم برج 12 سال 1402 تا به الان که مهر ماه هستیم از 4 میلیون تومان بودجه تبلیغاتی فقط 1 میلیون تومان بودجه تبلیغاتی رفته، چون بر اساس کلیک میاد از هزینه شما کم میکنه و شما میتونید تا شعاع 12 کیلومتری لوکیشن خودتون تبلیغات بدید. مثال میزنم، فکر کن یه دکتری محدوده شما هست، این دکتر خیلی معروفه، یا مثلا یک سالن زیبایی کنار شما هست، این سالن زیبایی خیلی معروفه. شما میای اسم اون سالن زیبایی رو به عنوان یک کلمه کلیدی وارد میکنی توی نرم افزار نشان. هر کسی که اونو وارد کنه اسم شما هم در کنار اسم اون سالن زیبایی میاد بالا. بعد ترفندی که شما میتونین انجام بدین و یکم خودتون رو نسبت به اون یکی لوکیشن متمایز کنید، 2 تا چیزه. یک، گرفتن تیک آبی که مبلغ خیلی کمی داره، حالا تو اپلیکیشن میریم با هم دیگه میبینیم. میتونید تیک آبی توی نشان بگیرید که در تمامی لوکیشن ها اول باشید، اول شما رو بیاره بعد اون سالن یا کلینیک رو بیاره. دومیش این که شما میتونید بیلبورد بزنید. هزینه بیلبورد متفاوته، اونم باید هزینه‌شو جدیداً نمیدونم چقدره ولی باید ببینیم، حدوداً بین 2 تومن تا 4 تومن هست. البته تا 8 میلیون تومن هم داره، بستگی داره چه نوع تبلیغی رو بخواید. ماهیانه 8 میلیون تومن تبلیغ بیلبورد میزنید. هر کسی که با نرم افزار نشان بخواد از مسیر محدوده شما رد بشه، بیلبورد شما رو میبینه. این یه تکنیک تبلیغاتی خیلی خوبه برای کسایی که میخوان تبلیغات محیطی انجام بدن. با هم دیگه بریم توی نرم افزار تا بهتون 0 تا 100 رو آموزش بدم، بگم که باید چیکار کنید. وارد نرم افزار نشان میشین. وقتی وارد نرم افزار شدین لوکیشنتون هر جا که بود مهم نیست، روی قسمت سایر، قسمت پایین کلیک میکنید، روی قسمت کسب و کار من کلیک میکنید. وقتی که وارد شدین شماره تلفن همراهتون رو وارد میکنید. من شماره تلفن رو وارد میکنم، تایید رو میزنم، منتظر میمونم که لینک یا کد برای من ارسال بشه. کد میاد، اجازه میدم، تایید، ثبت نام انجام میشه. برای اینکه ثبت نام بخوام انجام بدم شهر رو مشخص میکنم، تهران. نام کسب و کار، هر کسب و کاری که دارم، مثلا کلینیک زیبایی دارم، کلینیک زیبایی
البته قبلش باید لوکیشنتون رو اضافه کرده باشین. وقتی که لوکیشنتون رو اضافه میکنید اسمتون رو اینجا میاره و میتونید اضافه کنید. اگر هم اضافه نکردید میتونید با این لوکیشنی که هست ثبت کنید. اینجا دسته‌بندی رو مشخص میکنید. من کلینیک زیبایی هستم. مرحله بعدی رو میزنم. گفته لطفاً با جابجایی نقشه موقعیت دقیق خودتون رو نشون بدین. خب مثلا من موقعیت دقیق خودم رو میزنم اینجا. خب برای تایید مالکیت و دریافت تیکه آبی نیاز به یکی از مدارک زیر داریم. یعنی اگر شما بخواید تیکه آبی بگیرید باید پروانه کسب رو ارسال کنید. یه عکس از پروانه کسبتون یا پروانه‌ای که دارید فعالیت میکنید، مجوزتون میتونید اینجا داشته باشین. اینو ارسال کنید. وقتی که ارسالش کردیم به شما تیکه آبی میده و این تیکه آبی برای مزیت کار شما خیلی خوبه. اگر هم نخواستین میتونید روی گزینه بعداً تایید میکنم کلیک کنید. سرویس افزایش مسیریابی به سمت کسب و کارها. کسب و کارتون رو راه اندازی میکنید. بله راه اندازی میکنم. خب 2 تا تبلیغ داریم. ببینید نوع تبلیغات اینه. شما باید مشخص کنید. تبلیغ اول در جستجو هستش، یعنی اگر شما رو جستجو کردند پیداتون کنن. تبلیغ دوم تبلیغ پین اختصاصیه. پین اختصاصی به این صورته. ببینید وقتی دارید رد میشید مثلا میزنه کافی شاپ فلان، کلینیک زیبایی فلان. بعد وقتی که روش کلیک میکنن آدرس شما و یا اطلاعات لوکیشن شما رو میاره. روی متوجه شدم کلیک میکنید. حالا متن تبلیغتون رو مشخص میکنید. کلینیک زیبایی خدمات یا مثلا ویژگی رو مینویسم تخفیف 50%. میزنم تایید میکنم. ثبت و مرحله بعد رو میزنم. خب اینجا رو ببینید. بسته 1 ماهش 3 میلیون تومانه. بسته ویژه 3 ماهش 4 میلیون 950 که به صرف است. اینو بگیرید. بسته 6 ماه 14 میلیون 400، بسته 12 ماه 25 میلیون 200. یعنی شما فکر کن تا 1 سال توی نرم افزار نشان هر کی بخواد از اون لوکیشن رد بشه شما رو میبینه. پیشنهاد من این 4 میلیون 950 تومانی برای 3 ماه. یا اگر هم نخواستید میتونید یه دونه 1 ماه بگیرین، نتیجهش رو ببینید. خب اینو که ما نمیخوایم. اگر تیکه آبی خواستین حتما مدرکتون رو ارسال کنید. من میرم یه پنل اختصاصی که قبلا ثبت نام کردم رو براتون میارم که آمارش رو نشونتون بدم. خب من وارد پنل شدم. همونطور که میبینید پنل مطب دکتر امیر محور متخصص ارتوپد. من میام آمار کسب و کار رو میبینم. من اطلاعات رو وارد کردم، تصاویر رو وارد کردم، نظرات کاربران هست، مدارکم ارسال کردم، تیکه آبی رو گرفتم. روی آمار کسب و کار کلیک میکنم. روی آمار کسب و کار کلیک میکنم. نوشته در 30 روز اخیر 313 تا بازدید از لوکیشن شما وجود داشته. یعنی 313 نفر آمدن به لوکیشن شما. حالا اگر بخواید مشتریاتون رو بیشتر کنید و 2 تا 3 برابر این عدد 313 رو بزنید، میتونید تبلیغ پین اختصاصی رو فعال کنید که مشتری‌ها بیشتر بشن. روی مسیریابی میزنیم. خب حالا چند نفر از این 313 نفر که تبلیغ ما رو دیدن اومدن؟ 190 نفر اومدن توی لوکیشن ما در 1 ماه گذشته. چند نفر از طریق این لوکیشن با ما تماس گرفتن؟ 5 نفر. شاید می‌خواستن مطمئن بشن که حضور دارن یا خیر. این آمار تبلیغات. خب حالا میریم در قسمت تبلیغات. ما تبلیغ در جستجو رو فعال کردیم. روی تبلیغ در جستجو که میزنم گزارش تبلیغ رو کلیک میکنم. ببینید بودجه مصرف شده در 7 روز اخیر کلا 38000 تومان تبلیغ کرده. کلیک روی مکان 19 بار، در 7 روز اخیر 19 بار اومدن. نمایش توسط کلیدواژه‌های انتخابی 371. حالا کلیدواژه‌ها چی بوده؟ متخصص ارتوپد دکتر امیر محور، مطب دکتر محور، امیر محور، ارتوپد، ارتوپدی. نرخ کلیک هم میبینید، کلیک ها هم میبینید. کسی که سرچ زده ارتوپد 2 نفر کلیک کردن و اومدن سمت این لوکیشن. 65 نفر نمایش داده، 2 نفر کلیک کردن. حالا آمار در صفحات بعدی هم وجود داره که میتونید مشاهده کنید. گزارش مصرف بودجه کل. بودجه مصرف شده کل رو شما یه نگاه بکنید. 1,114 تومان کلاً از سال 1402 اسفند ماه تا به الان 1,114 تومان هزینه شده. بابت هر کلیک پرداخت شده. محدوده تبلیغ رو اینجا میتونید مشخص کنید. من تا 30 کیلومتر محدوده تبلیغ رو باز گذاشتم. کلید واژه ها رو در این قسمت میتونید انتخاب کنید. هر کلید واژه‌ای که دلتون بخواد رو میتونید اضافه کنید.
بعد هر کسی که سرچ بزنه توی نرم افزار نشان شما رو پیدا میکنه. اینجا نرم افزار نشان رو ما داریم. الان من میخوام سرچ بزنم مطب دکتر امیر مهرور. وقتی که سرچ میزنم همونطور که میبینید اول میاره با تیک آبی و مسیریابی رو که بزنم به اون لوکیشن میتونم برم. امیدوارم که از این آموزش استفاده کرده باشین و بتونید خیلی راحت در کسب و کارتون پیاده کنید، چون خیلی راحته. میتونید با کمترین هزینه برای خودتون تبلیغات کنید. یه مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت میکنید ولی تا 3 ماه کامل براتون آزاده رو تبلیغات بیلبوردیش. تبلیغاتی که بخواید بودجه بگیرین، بودجهش به صورت دو برابری بهتون میده. 2 میلیون تومان شما پرداخت میکنید و 2 برابر براتون شارژ میکنه، چون اولین بار دارید خرید میکنید و خیلی راحت میتونید تبلیغات کنید توی نرم افزار نشان و مشتری جذب کنید. نظراتتون رو میخونم. حتما این ویدیو رو با بقیه دوستانتون به اشتراک بذارین. اپلیکیشن ما رو معرفی کنید. صفحه اینستاگرام من علی عسکری 031 رو فالو کنید. اگر ویدیوهای تخصصی تر در حوزه تدریس و مدرس شدن خواستید ببینید، میتونید یوتیوب من با آدرس علی عسکری 031 رو دنبال کنید. خیلی خوشحال شدم که اینقدر وقت با ارزشتون رو در اختیار من قرار دادین و به امید آموزش‌های خفن‌تر و حرفه‌ای‌تر.